19. وقتی بیشتر ایجاد کنید. هیچ چیز به اندازه تمرکز انرژی روی تعدادی محدود از هدفها به زندگیتان توان روی بیشتر نمی دهد. نیدا کیوبین. استراتژی ایجاد وقتی بیشتر مستلزم آن است که متحد شویم با یک برنامه زمان بندی شده روی کارها و وظیفه‌های بزرگ و مهمتان کار کنید. برای تمام کردن بسیار از کارهایی که واقعاً مهم هستند به برنامه زمان بندی شده و بلند مدت نیاز دارید. توانایی در ایجاد این ساعت‌های با ارزش و کارآمد برای زندگی و کار شما اهمیت زیادی دارد. فروشندگان موفق ساعت مشخص از هر روز را به تماس گرفتن با مشتریان خود اختصاص می‌دهند. این انسان‌ها به جای تنبلی و یا تأخیر در انجام کار که آن را معمولاً دوست نمی‌دارند، برنامه‌ریزی می‌کنند که هر روز در ساعت‌های معینه، برای مثال بین ساعت 10 تا 11 صبح با مشتریان تماس بگیرند و سپس خود را موظف می‌کنند که هر روز در همین ساعت این کار مخصوص را طبق برنامه انجام دهند. بسیاری از مدیران بخش تجارت نیز هر روز وقتی معین را به تماس تلفنی با مشتریان خود اختصاص می‌دهند تا بتوانند از این طریق به طور مستقیم نتیجه کار خود را مورد ارزیابی قرار دهند. بعضی انسان‌ها هر روز ساعت معینه، مثلا 30 تا 60 دقیقه را به ورزش اختصاص می‌دهند. برخی فقط با اختصاص دادن 15 دقیقه از وقت خود در هر شب پیش از خواب مطالعه کتاب‌های بزرگ را تمام می‌کنند و با این کار در دراز مدت می‌توانند بسیاری از بهترین کتاب‌های را که نوشته شده است بخوانند. رمز موفقیت در استفاده از روش کار کردن روی یک برنامه در ساعت‌های معین این است که برای هر روز از قبل برنامه‌ریزی کنید و به هر کار یا فعالیت ساعت یا مدتی معین اختصاص دهید. اکثر انسان‌های بسیار موفق برای تمام روز خود از قبل برنامه‌ریزی زمانبندی شده دارند و هر فعالیت یا کار را در ساعت‌های مخصوص انجام می‌دهند. اساس برنامه‌ریزی آنها این است که ابتدا باید کارهای اصلی تمام شوند، هر بار یک کار. در نتیجه کارایی این قبیل انسان‌ها به مرور زمان افزایش پیدا می‌کند، به طوری که به 2 و حتی 5 برابر یک فرد معمولی می‌رسد. یکی از بهترین راه‌های بالا بردن کارایی فردی برنامه‌ریزی زمانبندی شده برای انجام کارهاست. برای این کار ابتدا جدول تهیه می‌شود که در آن زمان به روز، ساعت و دقیقه تقسیم شده است. هر کاری که باید انجام شود بر اساس مدت مورد نیاز برای اتمام آن و نیز زمان مناسب انجام آن در ستون‌های مربوطه زمانی قرار می‌گیرد. این نوع برنامه‌ریزی شما را قادر می‌کند تا بتوانید برای هر کارتان وقتی معین و کافی ایجاد کنید. به این ترتیب خواهد توانست هنگام انجام هر کار از داخل دیگر کارها به آن که موجب توقف انجام آن می‌شود پیشگیری کنید و بایست به همان کار بپردازید. یکی از بهترین عادتهای کاری این است که صبح زود از خواب بیدار شوید و ساعتهای از صبح را در خانه به انجام کارها بپردازید. مقدار کاری که در این مدت می توانید انجام دهید در مقایسه با همین زمان در محل کار 3 برابر خواهد بود، زیرا در خانه نه کسی وجود دارد که در کارتان وقت ایجاد کند و نه اینکه تماس‌های تلفنی زحمت کارتان خواهد بود. در سفرهای کاری نیز می توانید با برنامه‌ریزی قبلی هواپیما را تبدیل به اتاق کارتان کنید و بعد از اوج گرفتن هواپیما تمام طول پرواز بایست کار کنید. از میزان پیشرفت کار در این مدت که هیچ مزاحمت وجود ندارد تعجب خواهید کرد. یکی از رمزهای بالا بردن کارایی و بهره‌وری این است که هر دقیقه را به حساب بیاورید. از زمانی که در راه مسافرت هستید نهایت استفاده را ببرید. از این فرصت که گویا به شما هدیه شده است برای تمام کردن قسمت‌های کوچکی از کارهای بزرگ
و مهم استفاده کنید. به یاد داشته باشید که اهرام هم با گذاشته شدن سنگ روی سنگ دیگر ساخته شده است. برای ساختن یک زندگی و شغلی ایدئال باید کارها را به ترتیب انجام داد و بیشتری وقتها هم در هر زمان فقط قسمت از یک کار باید انجام شود و سپس قسمت دیگر. برای آن که در مدیریت زمان موفق باشد باید بتوانید برنامه زمان بندی شده تنظیم کنید که در آن برای انجام و اتمام مهم و اصلیت ساعتهای مشخص و مدت زمانی مناسب در نظر بگیرید، به طوری که در این ساعتها فقط روی آن کار متمرکز باشد و هیچ کار دیگری با آن مداخله ایجاد نکند. ضمناً باید طبق برنامه به انجام کارها بپردازید. قورباغه را قورت بده. مدام بر راه‌های مختلفی که از طریق آنها می توانید وقت اضافی ایجاد کنید فکر کنید. از این وقتها برای انجام مهمترین کارهایی که می توانید در دراز مدت بیشترین تأثیر را بر زندگی و کارتان بگذارند استفاده کنید. هر دقیقه را به حساب بیاورید. با برنامه ریزی و آمادگی از قبل اجازه ندهید که از هدفتان دور شوید و یا عوامل بازدارنده بتوانند در پیشرفتتان خلل ایجاد کنند. بیش از هر چیز با انجام کارهای مهم و اصلیتان بر روی به دست آوردن مهمترین نتیجه ها تمرکز داشته باشید و فراموش نکنید که خودتان مسئول دستیابی به هدفهایتان هستید.